شراب عشق را پیمانیم پیمانیم حسن او را دیدم دیوانیم دیوانیم حسن او را دیدم دیوانیم دیوانیم ساقی یک جامی گرفت در دست این مسکین ها 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 نوش کردم تا ابد مستانیم مستانیم من شراب عشق را پیمانیم پیمانیم حسن او را دیدم دیوانیم دیوانیم طالب دیدار یارم ترک دنیا کر دیا ترک دنیا کر دیا ترک دنیا کر دیا ترک دنیا کر دیا از بتان آزری بیگانیم بیگانیم من شراب عشق را پیمانیم پیمانیم حسن او را دیدم دیوانیم دیوانیم بر جمال حی و قائم بیقرارم بیقرار بیقرارم بیقرار بیقرارم بیقرار بیقرارم بیقرار گوشه ای بگرفتیم مردانیم مردانیم من شراب عشق را پیمانیم پیمانیم حسن او را دیدم دیوانیم دیوانیم بر لب دریای عشق عبدالرؤوف آمد به خیر عبدالرؤوف آمد به خیر عبدالرؤوف آمد به خیر عبدالرؤوف آمد به خیر دم زد و گفت ساقی میخانیم میخانیم من شراب عشق را پیمانیم پیمانیم حسن او را دیدم دیوانیم دیوانیم حسن او را دیدم دیوانیم دیوانیم ذکر و غزلخوانی که در آیین چشتی هست، آیا پیش از این که عطا جان مجوز موسیقی رو از لعل شهباز بگیرن اینجا مرسوم نبوده؟ چرا؟ تو چه طریقتی بوده؟ تو طریقت نبوده. قبل از این که چشتیه بیاد اینجا و رباب بیاد و مسائل طریقتی بیاد، پهلوانا این موسیقی رو اجرا میکردن، ولی با قیچک و با حماسی خانی و اینا. من یک توضیح بدم، اینه که قبل از بحث عرفان چشتیه که ظهور کرده تو بلوچستان، به در بزرگان ما طریقتشون نقشبندیه بوده که هنوز هم ما نقشبندیه رو هم داریم در کنار چشتیه، ولی تو نقشبندیه ما ساز و آواز به صورت فعلی نداشتیم، ولی از همون ساز پهلوانایی که بودن اون زمان، مثلا اینا رو می بردن تو جایی ریاضت می کشیدن، غاری چیزی داشتن، خیلی مخفیانه و خیلی سری. یک داستانی هست که واجه مرشد هنوز جاهش هست اینجا، یک مکانی هست به نام عبادتگاه واجه مرشد که این یک پهلوانی رو بر می داره با مریداش، میاد اینجا برای ذکر و موسیقی. اینا
موسیقی می نوازن تا آخر شب که میشه واج مرشد حالت ملنگی و مدهوشی و میاد و از حالت عادی خارج میشه. واج ملنگ یعنی چی؟ ولی این ملنگ یعنی چی؟ من میگم هر یکی یک معنی کرده، یعنی اما چیزی که به ذهن من میاد کسی که در شریعت و در طریقت یعنی نلنگه، مستقیم بره، اهدنا الصراط المستقیم، هم مطابق قرآن بره و قرآن سنت پیرو همون مذهب خودش باشه، هم هرچه مرشدا بهش گفتن در طریقت انجام بده. این میگن ملنگ. رسیده بودم به اینجا که یک جایی داشتم که واج مرشد حالت ملنگی و مدهوشی و میاد و از حالت عادی خارج میشه و یکو نشست میکنه تو زمین که نشست میکنه. این سازی ها و اینا همچین حالتی ندیده بودن و نمیدونستن که چیه. اینا سازا رو میذارن و فرار میکنن میان واجه حضرت حسین پیرآبادی به سر واجه مرشد بوده. ایشون میگه که پس واجه مرشد کو؟ میگه واجه مرشد فرو رفت تو زمین. میگه شما چیکار کردی؟ میگه ما سازا رو گذاشتیم و فرار کردیم. میگه شما کار بدی کردید، میخواید واجه مرشد رو دستی دستی بکشید. دوباره بر میداره همین پهلوانا رو میاره همینجا تا 15 شب و 15 روز اینا ساز می نوازن اینجا. شب 15 واجه مرشد دوباره از زمین میاد بیرون و دیگه از همون روز مرشد قلندر پیدا میکنه.